میپوشم. میپوشی؟ کارت خرابه. بخاطر اینکه احساس میکنم که اولا تو باید به من این اطمینان قصهش داشته باشی، که زن طلاق بچه پرورش تو باید به من اطمینان داشته باشی. و وقتی میگه من با این لباس راحتم، من که دوست ندارم لباسی بپوشم که چشم همه مردا رو من باشه. خودم احساس بدی میکنم. نه من همچین جوری لباس نمیپوشم. احساس کنم خودم عقل و شعور دارم، خودم میفهمم چی بپوشم. میگم حتما ساعت داره و دقیقه، جزو بچه‌ای نیست که ساعت 11 شب بیدار بمونه. داره میلیتری بزرگ میشه. دو ساله دیگه سخت نیستش. صبح چیز میکنن، نه صبح شهرزاد سود داره. تعلیمش میزنه بلند میشه بچه اول رژه باید بره، بعد شهرزاد سال میبینه. نه خیلی دلم می‌خواست این کارو بکنم. نه دختر من ماشاءالله شیطونه، یعنی مثل پسر کوچولوست و به هیچ وجه نمیشه کنترلش کرد. شیطونی بودی فکر کنم بچگی؟ من بچگی تامبوی بودم، یعنی همیشه موهای کوتاه، یه شلوار پا، مثلا مامانم ول می‌کرد میگفت تمام روز میدویدم، این واسه عجیب بود انرژی که داشتم. ولی خب دیگه پیر میشیم و تمام میشه. حالا مونده تا اون موقع